کجکی؟ کجکی؟ کجکی صدا میکنم عباسی یک پیاله چای بهم بیاره. زن شونی لالا کجاه؟ ها؟ زنشو برفته با کجا رفته؟ گپ زده. امی زن گیلک اور ببرده به یک کلینیک نان شفاخانه کرده. زن گیلک کجکی ببرده به شفاخونه نهنه شده. نان شفاخانه. خوب گوش کش. بزی کی با گفته بود که تو برو؟ من چون زن گیلک بیام ما آدمی نبودم من یک زنگی نزده. بات کرده کی به حرف زن گیلک کرده. تو باش که من بزی زنگ زنم انان تیار میکنم. امیر زرمت به جمع آدم حساب نکرده. با بیلا اشتا کارا. بله خوبم کجایی؟ به شفاخونه چی می؟ نه من چی خبر دارم؟ تو بد کردی تو غلط کردی که تو خودی زن گیلک بخیستی برفتی به شفاخونه نهنه شدی. ای تو من گوش نمونده بدون که تو به شفاخونه بری نهنه شی. اون معاش اونا به درد خود اینا میخوره. او خانوما اختیار خوردارن. خب مثل برق وری با 5 دقیقه ور میخزی میایی به سرا که اگه به تا همی شفاخونه نمادم سر تو خشک میترشون تو رای میکنم به خونه مادر تو. خیریت بیا یک به سرا بیا یک بیا. من اینجا آدمی نبودم که تو به من میگفتی. من البته دست پا مونده شدم که تو بری کار کنی. با تو میگم وقتی بیا یک چه کار میشه نگو. زودی میای به 5 دقیقه. تو سعی کو که یه مقدار خجالت نمیکشه که ما آدم مثل که نیام که یه به من مقدار نمیگه. نان شفاخانه کار خوبیه. تو بر سرم می یک دفعه خان گیلا کردم بگینم که تا فساد پیشگی پیش خود خو نکنه یو زانو خودی کو سادی کار کردن نمیتونه. راست میگه لالا راست میگه. چه تو زن هیچ وقت باید بی اجازه جای نره برفته این نان شفاخانه شده بریم. فقط برام گوشنه مونده. بابا می رسم و رواج ما می تا گپا هسته که برفته اینجا بخور به شفاخانه رفتی خود زن گیلک نان شفاخانه شده. گیلک اختیار زن خورداره. با بیلا ایره اگر قوم خوشام با تا شفاخانه ببینم میگه سه که فلانی بیاد اینجا گوشنه مونده اینجا بیاد نان شفاخانه شده. اشته خنک شده برادره با بیلا. این برفا به کل ستم شد چلاخ شدیم اخونکی. کابلیا بیاییم کابل جان بریم. کابل مریض است و پرسان بریم. کابل مریض است و پرسان بریم. کابلیا بیاییم کابل جان بریم. کابل مریض و پرسان بریم. مردم کابل همه بیچاره شد. کجی نمیشنوی سکو در سراکینه. آواز خانی کابلم پشت و پناهم خدا. تمام شیرای من قصه درد شماست. کابل تک و تنها شده غمخانه غما شده. وای وای وای. یالا و ها اشتنه بچه خاله. سلام بچه خاله اشتنی. خوبه جان خوب خوش خیلی رفته. خواهش میکنم بچه خاله تیار هستین 2 ساعت تیک تیک میکنن در سرا. میگم بچه خاله بله ما و شما بچه خاله ایم. خب کسی نی عظیمی زن شما پرسان کنه. خب به اجازی کی تو زن مروردیشتی ببردی به شفاخونه او نانه شفاخونه ثبت نام کردی. سب کتو
یار علا رسادی بیده با بیلا مسکل نصب کن. بله خب من نمیفهمم. به پیش میشیشته رمضان خب کو زانیو ها که دو داده تو زن خود دو داده بیدی بله یا خود تو بگفتی برای رمضان بگفتی بیدی که ما بچه خاله زن شما میبرم به کلینیک. به شفاخانه نیه به کلینیک. خوی همین کلینیک یا شفاخانه فرق نمیکنه. من میگم با دواخونه باشه. چنده؟ 6200 میگم بزرگ حقوق میده. بچه خاله من بیامدم اینجا به پیش تو به شکایت آمدم تو 6200 از خود شما. من نمیفهم نمیشنم قال من خب تو همیت زن بیعقل نادونی هستی که ببردی به زو نگفتی چی؟ به من میگفتی که من زن میزنم شیو. همه کارا خود تو پیش خود سرتلاشی میکنی. حالا مثلا کبی آمده بچه خاله من به تا خونه به قال مقال آمده. تو میگی گفتن ما چه کار کنه؟ درسته که مفته نمی آماده. سردل خیلی داری تو. بچه خاله با مسکالم با من میده گوشی بزن خب بگو خواهم خیشا خود خور بردارک ببرک به شفاخونه. ما تیریم از این پول. آخی ما هم اینجی خواهم خیش داریم دوست و دشمن داریم. همین خیشام و اینا کاش که آدم ها حلده باشم. اینا با مرغا رو هوای راست میگیرم. خب حالا ای که اینجا کارمند نانه هم زن مکن نانه. خب بچه خاله جا اگه زن تو هم بده 6000 بچه خاله آن ما آن تیر 6200 که 60000 هم بده. من نمام که زن مبرم اینجا نانه شفاخونه شه. نمیفهم. ما خود مشکر دست پام تیاره کار میکنم. نیازی نیه که زن بابا ما بعده. بچه خاله خسور مخوارشم به زن میخواد زن مربط میداره میاره به سراخو. میگه تو زن خور خوش داده نمیتونی که ببردی اونجا که کار کنه. خب خیره باشه حالا که میگه برفته به سراشم آماده. زنگ زدم بزو به تا خونه که برو. آنه من بچه خاله میرم منتها اگه زن خود نصیحت کو که عزیبی به زور رو دیگه ایتا کارو نکنه. بعد کرده بابا اشتباه کرده با من میگفت که من به تو زنگ میزدم مصلحت میکردم. زن خود من زن نه رو کجا میری؟ نه رو شبه خیر بینیم بچه خاله. نه رو اختلاط میکنی. آب بشی پیاله چای کجیل بیاره. خیر بینیم میرم. بخشش باشی کسی نیه بخونه دیگه چای نخوردی. زنده شما مادام هم میتونه شما زن کاشم. تو سیکو اشته زنکو پیدا میشم. تو سیکو به هر قبرستونی میرم بشو خود مصلحت نمیکنم. یاره چی بگی؟ او در پیام خودش هم به تلفن گپ ندادم. خب گپ زدم دیگه. خب گپ زدم میگه فکر کردم دیگه خیلی مهم نیه. خب شما کار خوبی نکردی. خاله خود زنکه گفتم من برات کار میگردم میخواد که به خونه کار کنم. حالی مختار قلقله و که بخور ای زنکه این دختر تو همونگه خجالت نمیکشی. میگو آخه تو به تو کی گفت اگه زن که تو وردا دختر خاله خون وردا ببرک به چیز ببرک؟ خاله من کار اشتباهی کردم. خب گفت کار میکنم دیگه چی میفهمیدم دیگه. خود تو چرا به من نگفتی؟ چرا من پیاری نگفتی که من بهم شوی زن دارم؟ میگفت مگر خودی میگفت من بگر برم بگو خودی بلد کار بیرون میشه کار میکنه. مگر خودی بره به شوخه بگه یا به خسور به خوشوخه به خونه وادخه بگه. خود تو گناه چی آخه؟ بچه خاله منم بیام اینجا غال میکنه میگه وردش تو برده بی اجازه. همه مگر به من میگفتی که اگه مرگ خاک کارمند ماستم قاصر ماستم میگفتی فلانی همینجا من پیشنهاد دادم شما شناس نداریم به کی بگم نظری به کی بگم. پیش خود سرسفیدی کردی به خستی بیامدی وردش تیر بیاوردی اینجا. آخه بیلک من چی سرسفیدی کردم؟ سلام علیکم بابا کاکاشتنم خوبم خیلیاتتون بشینیم. با چی دعوا داری؟
دعوا همینه دیگه. اینا میگن چه زن رمضان خودی خوب بردی دهن شفاخونه کردی. میگم دختر خوب گردم. تو به این کارا کی آوردی؟ خودی یا زنگ زد خودی گفت من گفتم میر ببر مرد. البته شما گفته. رمضان بیا واسه درس ها مر بکنه خدا رسید بی دول میرسید به درس رو. که دختر تا پیش کو سر تراشی میکنه و چه کار میکنه فلان میکنه. خب تو گوش کشه برادر اسلام. ای بابا اونجی میره البته اینجا با مرز پاکستان بود. میگم بی دول میرسی به درس. چیه خب میرفت خود اجازه کو میگرفت دیگه. دختر تو میتا کارا چی کاره؟ مسخره شیطون چونی این کار میکنه که امرایی باشه که برای خود اختلاط کرده به اونجی تبرقه بگه چرند بگه غیبت تذیر بکنه من تا غیبت چند تا خود رفته که خود کار میگردم. وش کسی چی میگم؟ مادرمه تو هم خدا فکر کن هم خدا ارزش داره که بیا در سر پیش کاکا خسور یا بیا خندمر بگیره بسر مجر میکنه کاکا خسور همین تا به شما بگم همین چرا شما میگه رویار بکنه کاکا خسور حیف دوری پیک پا بالا می دختر شما پیشکش دادم ایسا سای کتبا برابر یک سر سوزن عقل کمال نداره خدا نمال چه کار کنم بچه خانه من مال ماس خود من به جنجال انداخت گفتم بیا اومده به درس را بدون دول و بدون ساز و دول ما اکثر تن ملی میره به تاس کوچه کمی تو بخکوله من گرفته دش دختر تو چیکار میکنه فلان میکنه ابروی استاد مر برد به تاکوچه راست میگه کاکا خسور بعض خوش ندارم نه کاکا ملامت نیه نه چی ملامته خوش ندارم بعض زنکاینا برای کارمند دولت چه کارمند یک کلینیکی چه کارمند یک قبرستونشه نه کاکا خسور خب بگین که من بزنم دل شما یخ کنه دیگه بگین بزنم شما بگین دو نفر من بزنم دختر جو بی تا کاراتون نباید غلط وخی دیگه وخی این کارا نکو نه آخه وخی پیش ما برو از این گپا مفت خلیت داری آخه امی گپ که میزنم جایی که میرم کار میکنم بگین خوب اجازه سیایی نده برو پیش ما دور شو برو بگین اجازه خوب بگیرم اجازه خل بگیر تا اجازه خل بگیر اینه بیلا مغز سر رو بخورد رمضان راست میگه کاکا ملامت هم نیه نه چی ملامته اختیار زن خدا زن خود نمیقدار تیش نمیردیم سیاست هر دوردش ببودی باشه کاکا من میرال ده بفهمونو میگو کجا میری؟ سر بکن شما